بسم الله الرحمن الرحیم. واستبق الباب. اینال میگه یا وقتی که الله متعال را نجات میده میگه آل مسابقه شروع شد بین کی؟ بین نمی خانم بدکاره و یوسف علیه السلام. یوسف علیه السلام میدوه در مسابقه دوش است، نه زود خود از دروازه خدا بکشه و اون نمیگذاره خدا به دروازه برسانه. واستبق الباب و هر دوشان دویدن مسابقه دادن الباب به طرف دروازه. بالاخره ایزن از این پشت پیران از این کمی گرفت کشش کرد و قدت قمیصه و پاره کرد امیزن قمیصه و پیراهن یوسف علیه السلام را من دوبرین از پشت سر و الفیا و هر دوشان یافتند سیدها امی سید یا امی رئیس یا امی عزیز یا امی شخص کلان که در خانه از یوسف علیه السلام بود. ایره در کجا یافتن؟ لد الباب در نزد دروازه. قالت ما جزاء من اراد به اهلک سوءا. این دیگه آل این خانمی که خودش به جنایت میخواست جنایت بکنه آلی از مکر خود استفاده میکنه و فریبکاری شروع میکنه. فورا شروع میکنه قالت گفت که ما جزاء من اراد به اهلک سوء. بر شوهر خود گفت که چیز جزای کسی که اراده بکنه به خانواده تو اهل خانم میگن مثلا اهل هر کس اما خانمش از خانمش شروع میشه. گفت چی هست؟ مثلا وقتی ما میگیم اهل بیت فلانی، حالا اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله کی هستن؟ اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله شروع میشه از کی؟ از خانمش. حالا اینجا متوجه است یعنی کلمه اهل در قرآن وقتی که استعمال شده وقتی که اهل بیت استعمال میشه معنای اهل بیت آغازش از خانم هایش است. پس بیبی عایشه از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله است، بیبی فاطمه از اهل بیتش است، دخترش است. بیبی خدیجه اهل بیتش است، مثلا خانمش است. بیبی حفصه اهل بیتش است. آل اینجا این خانم میگه که ما جزا و چیز جزای من کسی که اراده بکنه به اهلک با اهل تو یعنی با خانم تو سو انزشتی را. حالا خدایی هم جنایتکار است هم دیگه حالا قاضی است دیگه. حالا قاضی شده این باز میگه چیز جزای کسی که به خانواده تو یک بدی را بخواه الا ان یسجن مگر که دو جزا را باید برش بدی. یکی از این دو جزا کدام؟ الا ان یسجن یا در زندان انداخته شود او عذاب علیم یا خوب همون عذاب دردناک برش داده شود که در پیش روی مردم خوب لط شود و زده شود و چی شود. قال یوسف علیه السلام حق دفاع از خود داره. قال یوسف علیه السلام گفت هی راودتنی عن نفسی. ای درخواست کرد از نفس من، یعنی ای تقاضا از طرف از این صورت گرفته بود. آلی مردکی که به سامی شوهر از این خانم است ای به شاهد نیاز داره. الله متعال چی میکنه؟ بر از این شاهد را پیدا میکنه. مفسرین میگن بعضی ها میگن که در موجه طفلی بود او سر سخن آمد، بعضی ها میگن نه خیر کدام سند قوی وجود نداره که طفل بوده، بلکه کت هر وزیر و کت هر صدراعظم مشاورین می باشه. یکی از مشاورینش برش مشوره داد. متوجه هستین هر وزیر یک چی می داشته باشه؟ وزیر مشاور می داشته باشه. این وزیر مشاور بر از این مشوره میده و برش میگه که جناب درست است که کار شده ولی ما و شما از مشوره ما است که سل کنین اگر پیراهن از زن پاره شده باشه پس این مرد حمله کرده پیراهن از او پیر شده، یا اگر از پیش رویش چیر شده باشه میشه که مثلا این مرد خواسته که حمله بکنه این زن ممانعت کرده پیراهنش چیر کرده نماندن. اما اگر پیراهن از طرف پشت سر پیراهن از این مرد چیر شده باشه معلوم میشه که این دیگه ایره کش کرده که پیراهن از پشت سر خود انسان خواست پشت سر پیراهن خود چیر کرده نمیتونه. این حاله و شاهد من اهلیه و شهادت داد یک شاهد یک مشاور از اهلها کی مشاور هم کی بود؟ از خانواده از این خانم بود. یعنی بسیاری وقتا وزیرا کس مشاور خودم از این قومای زن خودم میگیره نه واسطه دار از دیگه. از اون یک مشاور هم گرفتن میگه وام از خانوادهش بود گفت که ان کان قمیصه اگر پیراهن اعظمی یوسف علیه السلام قد پاره شده باشه من قبل از پیش روی فصدقت بازی خانم شما راست گفته و هو من الکاذبین و امی شخص که است از جمله کاذبا دروغگویا هست. و این کان قمیص اما اگر پیراهن ای مرد قد پاره شده باشه من دوباره از پشت سر فکذبت پس معلوم میشه که خانم شما دروغ گفته و هو امی یوسف علیه السلام که است من الصادقین از جمله راستگوی است. فلما پس هنگامی که را دید امی شخص قمیصه پیراهن یوسف علیه السلام را که قد من دوباره پاره شده از پشت سر چون ای دست انداخته کش کنه قال گفت امی شخص انه من کید کنه ای کار از جمله مکر حیله شما هست. ان کید کنه عظیم واقعا که امو مکر شما بسیار بزرگ است. یوسف
برای یوسف علیه السلام گفت که ای یوسف علیه السلام اعرض عن هذا، از این خبر چیکو درگذر، یعنی گپ دیگه را قصه نکو، برای کس چیز نگو، به خاطر میخوای که حالا آبروی خود ای وزیر یا هر کسی که است ای آبروی خود حفظ کنه. و برای خانم خود گفت که واستغفری لذنبک، تو مغفرت بخوای و گناهی که کردی مغفرت بخوا، انک کنت من الخاطئین، یقینا که خود تو از جمله خطاکاران هستی. آل ای گپ خطابا در این منطقه که است خود دو قصر است، در قصر مزدورا هست و مردم هستن و گپ یک دفعه شد ای پت نمیمانه. ایگه گپ این در شار رسید و قال نسوتون، و گفتن خانم های فی المدینه در شهر. قال اینجا قالت نگفته به خاطر که و قال جمع نسوتون، یعنی یک جمع از خانم ها، جمع از خانم ها کس در چی کس ای به خاطر جمع از خانم های گپ گفته بودن. و قال و گفتن جمع یک جماعت یا جمع از خانم ها فی المدینه در شهر. آل دیگه در شهر گپ تیت شده. آل دیگه زنها گفتن میرن که امرأة العزیز، خانم عزیز مصر، که عزیز مصر است که نایفهم صدر اعظم است که وزیر است، شخص کلان، تراود و فتاها، آنقدر یک خانم زشت است که درخواست میکنه، مراوده میخواه بکنه، رابطه داشته باشه، امرای فتاها، امرای امو غلام خود یا امرای مو نوجوانی که در خانهش است و ایره فرزندی گرفته، ایره مراوده میکنه نفسهی به طرف نفس خود، او را چی میکنه به طرف نفسش، یعنی او را میخواه که نفس از او را هم آلوده بسازه. قد شغفها حبا، واقعا که در دل از چی جای گرفته، حب یعنی محبت و اینی گپا. حالا دیگه یعنی میگه تو سایکو که زن سایکو سنش سایکو سر یک نوجوان ای چی میشه، اینجا دیگه عاشقی رو شروع کرده. انا لنراها فی ضلال مبین، اینا گفتن که ای بسیار میبینیم امی زنه که گمراهی بسیار آشکار است. فلما سمعت، پس هنگامی که میگه شنید امی خانم عزیز، به مکرهن، به امو دسایسی که یا امو گپها و دسایسی که زنهای شهر کردن، ارسلت الیهن، باز ارسال کرد به طرف از اونها مزدورای خود و اونا را چی کرد به یک میمانی. و اعتدت لهن متکعا، متکعا چی را میگن؟ تکیه‌گاه را میگن. تکیه‌گاه یعنی جایی که اونجا تکیه ها گذاشته میشه، در یک خانه که تکیه ها را گذاشتی، باز اونجا که مردم بیان در اون تکیه ها چی کنن؟ تکیه بکنن، یعنی یک مهمان خانه. میگه آماده کرد بر از اونا یک تکیه‌گاه، جایی که اونجا تکیه بکنن. و آتت کل واحد منهن سکینا، برای هر کدام از امی مهمانای خود، امی دخترایی که از شهر آمده بودن، زن خانم هایی که اینا را مهمان کرده بود، بعد از هر کدام از اینا پیشروشان چیزا را ماند و بعد از هر کدامشان یک دونه کار داد. و قالت خرج علیهن، بر یوسف علیه السلام گفت اینال خودت بیرون شو، دمی یعنی از این قصر تیر شو. وقتی که یوسف علیه السلام از این دروازه داخل میشه و میبرای از دروازه دیگه، این خانم ها وقتی که سیل میکنن چی میشه؟ فلما، پس هنگامی که رأینه دیدن یوسف را، چون یوسف علیه السلام زیبایی بسیار زیاد داشت که در مصر او قسمی زیبایی نبود. یوسف علیه السلام خود از فلسطین بود، مردم فلسطین بسیار زیبا و شایسته و خوشقواره، یا که آمدن این مردم مصر، مردم چهرهشان مثل از اونا نیست، یا دیگه زیادتر چون مصر در افریقا هست، چهرهشان مثل همون تو زیبایی که مردم فلسطین داشتن و اونا داشتن در اونجا. دیگه میگه فلما رأینه، وقتی که دیدن یوسف علیه السلام را، اکبرنه، ایره بسیار چی کردن؟ بزرگ پنداشتن، یعنی زیبایی از ایرا. و قطعنا ایدیهن، قطع کردن چی را؟ دستهایشان را. و قلنا حاش لله، و گفتن پاکیز بر الله، ما هذا بشرا، ای انسان نیست با این زیبایی که است، این هذا الا ملک کریم، شاید که یک ملائکه بسیار معزز باشن. آل مشکلی است که زنهای بدکاره خود مقایسه میکنن با زنهای بدکاره، مردهای بدکاره خود مقایسه میکنن با مردهای بدکاره، زنهای خوب خود مقایسه میکنن با زنهای خوب و مردهای خوب خود مقایسه میکنن با کی؟ با مردهای خوب. مثلا شما اگر مرد خوب هستین، خدا با کی مقایسه میکنین؟ خدا با اون دو مقایسه نکنین، با بچهای فیلم. اون بچه فیلم مثلا سرلوچ گشت و رقصید، ما هم برقصم. اون بچه فیلم خواندن کرد، ما هم خواندن بکنم. اون بچه فیلم بی غیرت سر خور خود رای نمیزنه، سر مادر خود رای نمیزنه، ما هم باید قسم باشیم. این حال مردهای بدکاره خدا قیاس میکنن سر از این مردهای بدکاره و بیدین. اما اگر شما دیندار هستین، خدا مقایسه بکنین با اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. ببینید که عمر رضی الله تعالی عنه چه شخصیت داشت،
مثلا ابوبکر صدیق چه قسم شخصیت داشت، عثمان رضی الله تعالی عنه، علی رضی الله عنه، مثلا زید رضی الله عنه. دیگه اصحاب امرای زنا خدا مقایسه بکنین، باز ببینین که شما چقدر دینتان ضعیف هستین. اگه خدا کدی سازنده و رقاصه و بچه فیلم و دولچی و ترا مقایسه بکنین، باز شیطان در قلبتان میبرده که عین تو هم باید هم تو باشی. از این خاطر جوانایی که خدا با امرای زمین کافرا مقایسه میکنن، چه قسم مقایسه خدا میکنی؟ میری اونجا چی پرسان میکنه؟ در کله یک نفر گفت در کله یک جوان مسلمان 20 مملکت کار میکنه. ما گفتم چطور 20 مملکت کار میکنه؟ گفت در سلمانی ساکن، در سلمانی هم 20 دانه عکس اونجا مونده برش میگه. خب بچم کله تا یهود وارو جور کنم، خدا میخوای مقایسه با یهود بکنی؟ کله تا نصرانی وارو جور بکنم، کله تا انگلیسی وارو جور بکنم، کله تا فوجی جور بکنم، کله تا مثل اینی وندو جور بکنم، کله تا مثل اینی همجنسگرا جور بکنم، کله تا مثل اینی لوده جور بکنم. تا یک قسمش از خرای واشی گرفتن تا یک جور کرده این قسم جور بکنم. اما جوان مسلمان میگه نه 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 رسول الله صلی الله علیه و آله عن القزع. رسول الله صلی الله علیه و آله از چی منع کرد؟ قزع. قزع چی است که نیم سرت میمانی ای بغلش کل میکنی. رسول الله از چی کرده؟ نهی کرده. یا کل مویت کل کو یا کلش کم کو. فهمیدین نه؟ اینال چی است؟ اینال مرد دیندار خدا محاسبه میکنه با کی؟ چهره مرا، چهره حسین رضی الله عنه رو جور کن، چهره حسن رضی الله عنه رو جور کن، چهره مرا مثل چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم جور کن. رسول الله هم ریش داشت، بله ریش داشت. خوب ریش کلان داشت، بله خوب ریش کلان داشت. مویای خدا چقدر میماند، اون معلومش حسابش چه قسم لباس داشت. پیران آستیندار رسول الله هم جور داشت، خوش داشت. اینال تو چرا میخیزی مثلا پیران چسب خلایتی قسمی هست؟ این معلوم میشه که جوان خدا با کی مقایسه کرده؟ با مردمای زشت مقایسه کرده. شاعر میگه تشبهوا ان لم تکونوا مثلهم. تشبهوا، شما خدا مشابه بسازین با مردمای دیندار. ان لم تکونوا مثله، اگرچه شما مثل صحابه ور نمیتونید شدن، لکن خدا مشابه با اونها بسازین. فان تشبه بالکرام هو الکرم. خدا مشابه ساختن با مردمای نیک خودش چی است؟ خودش نیکی هست. اینال زنهای خوب هم خدا با کی مقایسه میکنن؟ با صحابیات. میبینن که بیبی عایشه چه عفت داشت، بیبی فاطمه چقدر عفت داشت، بیبی فاطمه مثلا چه قسم جا میپوشید. با زنهای بدکاره خدا با کی مشابه میسازن؟ با زنهای بدکاری رقاصه. آل عیب از خانم عزیز چی بود؟ این خدا مقایسه میکنه با چی؟ با این زنهای بدکاره. اگه این زنهای بدکاره نمی بود، ولو که هر قسم جوان مقبول از پیش روش چیر شوه، روی میگیره پت میکنه سر خدا پایین میگیره. و قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن. زنهای با ایمان هیچ طرف مردهای نامحرم سیل نمیکنه که بازو رو ببینه مقبول است یا بدقواره است. آل این میخواد برای خود این براءت حاصل بکنه. مثل که مردای بدکاره میگه ورو بچه فیلم چقدر خدا براه نکرده بود، ما خود نیمه بدن ما براه نکردیم، اون فلانی امریکایی این قسم کار کرده بود ما خود این قسم کردیم، او خود فلانی زنا کرد ما خود نکردیم، ما تنها گپ زدیم. آل ای درس است میگه قالت فذلکن الذی لمتننی فیه. آل برش میگه که این اونمو جوانه هست که شما درباره از اون مرا چی میکردین؟ ای کسی که شما مرا ملامت میکنید در مورد از او. ولقد راودته عن نفسه، ما از او تقاضا کردم از نفسش. فاستعصم، او طلب عصمت نمود. لکن او بسیار جوان سعی که حتی همین شهادت میده که یوسف علیه السلام معصوم بود، پاک بود. گفت فاستعصم، پس او عصمت گزید، پاکی اختیار کرد. ولئن لم یفعل ما آمره، اگر باز هم علی هنوز هم وقتی که هنوز شیرک شد سر از یاد دیگه. ببینید وقتی که کت گناهکارا خدا چیز کنی در گناه چی میشی؟ هنوز تیز شده میری. میگه اگر لم یفعل ما آمره، اگر او انجام ندهد آنچه که ما او را امر میکنم، لا یسجنن، ایره باز من از زندان روان میکنم. ولا یکونم من الصاغرین، باز حتما میباشی از جمله مردمای بسیار ذلیل، من ایره باز ذلیل میسازم. آل یوسف علیه السلام دید که والا مکر ازی و فریب ازی و دسایس ازی هنوز هم ختم پیدا نکرده، هنوز هم نشرمیده. با زنای بدکاره که خدا مقایسه کرد، هنوز هم دید که دستای خدا قطع کردن، هنوز جرأت پیدا کرد. دیگه آل یوسف علیه السلام گفت قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه. یعنی انسان مسلمان از این که در دامان کفر بفته، در دامان گناه بفته، در دامان شرک بفته، دینش و ایمانش و عقیده و عمل نیکش از بین بره، از این میگه زندانی باشم خوب است. چه خوب یک درس میته برای مسلمان ها که بعضی کسا میگه والا من اگر کت کافر نرم، اختیار دوستی کافر نکنم، شاید من بندیش شوم، شاید برای من زندگی من سخت شوه. او گفت ورش یا بندیش میکنیم یا خوب ذلیلش میسازیم، بدنام میسازیم، در رادیو و در فلانی و پشت سرش پروپاگاند میکنیم. یوسف علیه السلام گفت که
قال گفت دعا کرد گفت ربی ای پروردگار من از سجن احب الیه، امی زندان برای من بسیار محبوب است، مما یدعوننی الیه، نسبت به چیزی که اونها مرا دعوت میکنن به سوی آن. و الا تصرف، آل یوسف علیه السلام به الله دعا میکنه که ای رب من، این توسل میگه به نام های الله، توسل به نام الله که رب است، میگه که ای پروردگار من زندان برای من خوب است نسبت به آن چیزی که یا مرا به او دعوت میکنن، و اگر ای پروردگار من مرا منصرف نسازی از این کیدهن، نه اگر منصرف نسازی مرا باز نگردانی از این فریب و مکر از اینا، اسب الیهن، شاید من نفس من انسان هستم مخلوق هستم، من هم به این بدی ها مایل شوم، و اکم من الجاهلین، و من هم در جمله انسان های نادان که مبتلا به گناه هستن مبتلا به گمراهی هستن در می هم داخل شم. یعنی از الله گفت که از این قصر کرده، از این قصر که عزیز داره و از این گناهی که اینجا هست، قصر است، گناه هست، شراب است، کل چیزا هست، گفت صاحب یا پروردگار از کل ازیا کرده برای من چی خوب هستن؟ زندان. یا الله برای من زندان نصیب بکو نسبت به این چیزی که اینا میخوان. فاستجاب له ربه، برش اجابت کرد ربش. بعضی اوقات ببینید دعا میکنه که بنده های نیک الله که کاش که من از گناه و کفر کرده در زندان باشم، این الله متعال بر دعایش قبول میکنه. فصرف عنه کیدهن، پس دور کرد از او همون مکر از اینها را، امی زنهای بدکاری شهر رو، امی زن عزیز مصر دیگران. انه هو السمیع العلیم، یقینا که الله متعال بسیار شنوا هست و بسیار دانا هست. بعد از این میگه که ثم سپس بدا آشکار شد لهم بر از امی مسئولین قصر و امی عزیز مصر، من بعد ما را او بعد از اینکه اینا دیدن الآیات نشانه ها را دیدن که هنوز هم نشانه های وجود داره از اینکه این خانم علاقمندی نشان میده و این زنهای دیگه مصر علاقمندی نشان میدن و دیگه گپ ها هم زیاد است و تهمت ها و جنجال ها هم زیاد است. گفتن خوبتر این است که ایره در زندان پرتیم. گفتن لا یسجنونه، تا که ایره در زندان پرتن، حتی حین، تا یک مدت مشخص. و در سوره یوسف علیه السلام، در قسمت یوسف علیه السلام زیاد افراط و تفرید صورت گرفتن. احتیاط بکنین، زیاد افراط شده، زیاد تفرید شده. حتی بعضی کتاب هاست من یک وقت دیدیم این یک کتاب دبل علم قدری نشست یوسف زلیخا و قصه یوسف علیه السلام که یک پیغمبر معصوم است در افغانستان، بعضی شاعرها حتی بعضی قصه خانا قصه از این مثل قصه لیلا مجنون جور کردن یا قصه شیرین و فرهاد جور کردن، رومیو و جولیت جور کردن، قصه عاشقانه زشت و خراب، در حالی که لیلا مجنون بعضی ها میگه اصلا وجود نداشته و اگر داشتن مردمای بیدین و گمراه بودن، مردمای درست نبودن. یا مثلا شیرین و فرهادی قصه هست. یوسف علیه السلام مقایسه با این مردمای زشت، با این مردمای شهوتران، چرا یه عاشقی که است، کسایی که عاشق میشن سر یک نامحرم روابط غیر مشروعی داشته باشن، این اصلا ضد آیات قرآن است که ما شما خواندیم ولا متخذات اخدان. شما روابط سری که غربی های بیدین و کافر دارن که میگن این گرل فرند مستی بوی فرند مستی، دختر نامحرم با بچه نامحرم ارتباط میگیرن، اصلا اجازه نیست که یک دختر پاک و مسلمان دیندار با یک پسر نامحرم حتی در تلفن گپ بزنه، قصه بکنه. بچه مسلمان حق نداره به یک دختر مسلمان که او مثلا خواهر دینیش است، آبروی عزتی که مثل به خواهر خود میخواه، به مادر خود میخواه، به دختر خود میخواه، حق نداره که مثلا با یک دختر مسلمان دیگه تو روابط داشته باشه. این حال در افغانستان ما که میدیم دبل کتابا را جور کردن، کتابایی که العیاذ بالله بعدش میگه که لای زلیخا عزیزت بمیرد که یوسف تخت تجمل نشه. این شیرای بیدینی هست، گمراهی هست. این مردم عقیدهش خراب میکنن. در قسمت یوسف علیه السلام ما مقایسه ای را با عمره ایجاد کردن نمیتونیم. اصلا یوسف علیه السلام هیچ رابطه‌ای، هیچ علاقمندی، هیچ چیز برای ازمی زن عزیز مصر نداشت. چرا یک پیغمبر معصوم و پاک چطور میتونه نظر بد داشته باشه؟ قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، مسلمان پاک چشم خود از دختر که شوهر نداشته باشه چشم خود حفظ میکنه، باز بر ناموس مردم، خانه مردم یا زن مردم چطور نظر میکنه یا چیز. این گپا کلش غلط است و اگر کسی در این مسائل افراط میکنه حتی به کفر میرسه. چرا؟ جز عقیده توحید مسلمانان چی است؟ عصمت پیغمبرها هست. و در قرآن ما شما میخوانیم که لا نفرق بین احد من رسله، ما فرق نمیکنیم در بین پیغمبرای الهی
در عصمتشان، در پاکیشان، در صفاییشان، در اخلاقشان، در همه ای چیزا. پس یوسف علیه السلام اما تو پیغمبر معصوم است، مثل که رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر معصوم و پاک بود. امی عقیده ما و شما هست. باید این قسمت بسیار احتیاط بکنیم با این اشعار و کتاب‌ها و داستان‌های دروغی. دیگه ای است، این هم متوجه باشین یک موضوع عقیدتی بسیار مهم است که در ختم قصه باز الله متعال در ختم سوره میگه که تلک من انباء الغیب، این کلش مربوط غیب میشه، این وحی است. در مسائل غیبی عقیده مسلمان هایی که به قرآن و سنت وابسته هستند، عقیده قرآن و سنت امی هست که انسان توقف بکنه. توقف، نه زیاد کرده میتونه نه کم کرده میتونه. اما چیزی که در قرآن و سنت آمده، مثلا ما و شما نماز صبح 2 رکعت چی است؟ فرض است، توقیفی هست. ما نمیتونیم که بگیم مال 1 رکعت میخوام، نمیتونم بگم نه والا 10 رکعت فرض میخوام خوب است، حال نماز بد است، پس میگیم نه نماز خوب چیز است. لکن قرآن و سنت برای تو امی حکم میکنه که نماز صبح چند رکعت بخونی؟ فرض 2 رکعت. 2 رکعت هم سنت داره. دیگه زیاد حق نداره تو بخیز بگیم نه من 20 رکعت نماز فرض صبح میخوام. نه، توقیفی هست. قصه های پیغمبرها و حکایات پیغمبرها هم چون مربوط غیب میشه و وحی آمدن، دی باید کمی و زیادت نشه. آنچه که در قرآن است میپذیریم، آنچه که دیگران میگن دلشان وارد دلشان خودشان میفهمن، آخرتشان، ایمانشان، عقیدهشان. اما ما و شما در این قسمت باید بسیار احتیاط بکنیم و هیچ وقت یوسف علیه السلام با دیگران تشبیه نکنیم، با قصه های دروغی را باید باور نکنیم و عقیده داشته باشیم که یوسف علیه السلام پیغمبر است و معصوم است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و دخل معه السجن فتیان، و دخل و داخل شدن معه به همراه یوسف علیه السلام از سجن. در کجا داخل شدن؟ در زندان. آل یوسف علیه السلام به زندان روان کردن و در زندان به همراه یوسف علیه السلام 2 جوان دیگر داخل شدن. این 2 تا هم اعظمی قصر بودن. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا. آل این 2 نفر چون معجزه یوسف علیه السلام که الله برش تعلیم داده بود، نه چی را؟ تعبیر خوابه. تعبیر خوابه برش الله متعال تعلیم داده بود. آلی 2 تا جوانا خواب میبینن. قال احدهما، گفت یکی از امو 2 نفر بندی ها، اینی ارانی، من میبینم خود در خواب، اعصرو که من میفشارم. چی را؟ خمرن، یعنی از انگور میفشارم، شراب جور میکنم. برای کی؟ برای از امو بادار خود. و قال الاخر، و دومیش گفت که اینی ارانی، من در خواب خود میدیدم که احمل فوق رأسی، که حمل میکنم فوق رأسی، بالای سرم خبزی نانه. یعنی در خواب دیدم که در سرم نان است، تأکل و طیر منه، پرنده ها میاد از این نان که در سرم گرفتیم پرنده خورده میرن. نبئنا بتعویله، نبئنا خبر بده ما را ای یوسف علیه السلام به تعویله، به تعویل یا تعبیر امی خواب ها. انا لنراک من المحسن، ما میبینیم تو را از جمله نیکوکارا. چون یوسف علیه السلام پیغمبر معصوم بود، کارهای خوب میکرد، یا بر شهادت میدن که تو انسان نیک هستی. ما تو خواب دیدیم ما 2 نفر. قال لا یاتیکما طعام ترزقانه، گفت که لا یاتیکما، بر شما نمیه یک طعامی که ترزقا نهی، که شما 2 نفر رزق داده میشین، یعنی پیش از این که همین نانتان برتان بیاید، الا نبأتکما، مگر ای که من شما را نبأتکما، من شما را خبر میتونم به تعبیرهی، به تعبیر امی خواب، قبل ان یاتیکما، یعنی پیش از این غذایتان. سعی کنین، دعوتگر عادت داره یارم اول مطمئن میسازم، مطمئنشان میسازه که پیش از اینکه نان بیاره من انشاءالله تعبیر خواب شما را میکنم. آل دعوتگر از هر فرصت برای توحید استفاده میکنه. اگر بعضی کساست که دعوتگر صحیح نیستن، در جایی که یک مجلس شد قصه را شروع میکنه. نه، دعوتگر باید اول چی را بیان بکنه؟ توحید الله را بیان بکنه. ببینه که اگر کدام مشکل از بین از قوم، کدام اشتباه دارن، غلطی دارن یا چیزی است، باید اول از این شروع بکنه، اصلاحات اعتقادی. آل یوسف علیه السلام خب میفهمه که 2 نفر کسی ها خب از این قصر پادشاه هست و مردمای بت پرست هستن، بیدین هستن، کافر هستن. آل اگه ما برازیا تعبیر خواب بکنم خب باز اینا میخیزن میرن. اما پیش از اینکه برازیا خواب تعبیر بکنه باید چی رو برشان بگیم؟ عقیده توحید. اما پیش از اینکه برشان عقیده را شروع کنه، اینا را مطمئن میسازه و برشان میگه که من انشالله خواب شما را پیش از اینکه غذایتان برسه، پیش از اینکه نان بیارن، من حتما ور خطا نشین، خواب برتان تعبیرش میگم. لکن پیش از این چی میگه؟ باز میگه که الا نبأتکما، پیش از اینکه غذا رو برم بر شما خبر میتونم به تعبیره، به تعبیر خواب، قبل ان تأتیکما، پیش از اینکه بر شما بیارند امی کسایی که نان میاره پیش شما بیارن. ذالکما مما علمنی ربی، گفت امی
تعبیر خواب شما چیز است که همین دو تعبیری که ما از شما میکنم این علم است که الله بر من تعلیم داده. یعنی من تعبیر کردم میتونم. میگه اینی مکه هستم، حالا از خود شروع میکنم پیش از تعبیر خواب. میگه اینی ترکتم مکه هستم، ترک کردیم ملت قوم، دین قومی را ترک کردیم که لا یؤمنون بالله، که ایمان به الله نداره. یعنی همین قسم که شما از قصر آمدین و در قصر مردمای بت پرست زندگی میکنن، ما دین از اونها را ترک کردیم، ما به دین از اونها نیستم، مؤمن هستم. او دین قومی که ایمان به الله نداره ما او را ما ترک کردیم. و هم بالآخرت، و همین مردمای قصر که هستن به آخرت هم کافرون، کافر هستن. و تبعت، ما پیروی چی هستم؟ و تبعت، ما خود متابعت کردیم ملت آبایی، دین پدران ما، که پدران ما کی بودن؟ ابراهیم و اسحاق و یعقوب. یوسف علیه السلام از چند پشت پیغمبر زد است. خودشان پیغمبر است، یعقوب پدرشان پیغمبر است، اسحاق پدرکلانشان پیغمبر است، ابراهیم پدرکلان بزرگش هم پیغمبر است. ما کان لنا، آل برزیان میگه بر ما و شما شایسته نیست، او 2 نفر زندانی، ما هم در زندان که شما هستیم، بر ما و شما شایسته نیست ان نشرک بالله من شیء، که ما به الله چیز شریک بسازیم. شما هامون دارین، شما مثلا بت ها دارین، شما مثلا همین مجسمه ها را گرفتین و یا شرک میکنین، قبرها را پرستش میکنین، انسان ها را پرستش میکنین. برای ما و شما شایسته نیست که به الله چیز را شریک بسازیم. ذالک من فضل الله علینا، این فضیلت الله هست که برای ما و شما توحید نشان داده. و علی الناس، و این فضیلت الله هست که ما و شما را زندگی داده، خانه داده، جای داده. دیگه ما و شما عوضی که او ذاتی که ما را همه چیز داده او را ترک بکنیم، به امر از دیگه مخلوقات شریک بسازیم. ولکن اکثر الناس، لکن اکثریت مردم لا یشکرون، شکر نمیکنن. یا صاحبی السجن، الباس توحید خوب برشان دقیق بیان میکنن. سعی کو دعوتگر این قسم می باشه، پیغمبر این قسم می باشه، موحد واقعی این قسم می باشه. قصه پیغمبرها که هست قصه نیست، این پند است، درس است، علم است. باید از هر گپ پیغمبر ما و تو بر زندگی خود درس بگیریم. تو که دعوتگر مسلمان هستی اینی قسم باش. اگر یک نفر یک مشکل هم در قریه تو داشت آمد پیش تو مطرح کرد، اول برش دین خوب تشریح کو، مشکلاتی که وا دارن رو برش اصلاح کو، بعد از اون مشکل خودش چی کو باز بیان بکو، تا که اون نفر تو دعوت کرده باشی. تو نیست که تو اول همین گپا رو شروع میکنی اصل دین میمونه. آلوسه کو چقدر یوسف علیه السلام توحید بر از اینا بیان میکنه. عالم میگه که یا صاحبی السجن، یا صاحبی السجن، او دوست ما که شما دوستای زندانی ما هست، ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. آیا ارباب شما که رب میگیرین، چند معبود گرفتین برتان، مجسمه هم رب ماست، قبر هم رب ماست، بت هم رب ماست، حتی پادشاه را میگفتن رب ماست، امپراتور را میگفتن رب ماست، فرعون را میگفتن رب ما هست. گفت آیا ای ارباب متفرق، ای بت و ای پادشاه و بچه پادشاه و زن پادشاه هم رب میگن، را میگن، آیا یا بهتر است ارباب متفرقون، ربهای متفرق پراگنده و جدا و که خودشان از خود دفاع کردن نمیتونن، خیرون ام الله الواحد القهار، یا الله که او رب حقیقی است، واحد است، قهار است، غالب است سر تمام از اینا. ما تعبدون من دونه، آنچه را برای اینا باز میگن همین بت پرستا که هستن سر از این بت‌های خود نام‌های رنگارنگ میگذارن که بت الله بالله خدای خیر است، خدای شر است، که مثلا خدای مصر است، این مثلا خدای مردم مصر است، خدای قبرستان است، خدای فلانی است. نام‌های عجیب غریبی که مثل مشرکین قریش هم گذاشته بودن که لات است و منات است و هوبل است و فلان است و فلان است. این گفت که ما تعبدون من دون الله، آنچه را که شما عبادت میکنین من دونه بغیر از الله ما نیستن. شما ما تعبدون، شما پرستش نمیکنید من دونه بغیر از الله، الا مگر چی را پرستش میکنین؟ اسماء و نامهایی را که سمیتموها، یا نامها را شما این نامها را سرشان ماندین، انتم خودتان یا این نامها را ماندین، او آباؤکم یا پدرایتان این نامها را مانده. این نام نیست که الله ما انزل الله بها من سلطان، هیچ الله بر از یک دلیل نیست. یعنی این نامهایی را که شما اختیار کردین که این کابل را نگاه میکنه و این غزنی را نگاه میکنه و این مثلا آسمان را نگاه میکنه و این آسمان اول را نگاه میکنه و این آسمان دوم را نگاه میکنه، این کلش نامهایی است که شما سر از یا ماندین. این نامهایی است ما انزل الله بها من سلطان، الله را کدام دلیل سرازی نیست که باشه. خب این الحکم الا لله،
حکم مربوط کی میشه؟ حکومت مربوط کی میشه؟ مربوط الله هست. الله فیصله میکنه کدام نام است. الله متعال میگه ولله الاسماء الحسنى. الله نامهای زیبا و خوب داره، فدعوه بها. شما چون نامهای دیگه بعضی کسا میبینن که مثلا حتی در بین مسلمانان الله رو میگه العیاذ بالله العیاذ بالله، الله عفو بکنه، میگه عاشق است و معشوق است و خمار است و فلان فلان چیزا رو در کتابا و تراز ذکر کردن. این میگه نامهایی است که هیچ دلیل نداره و این کلش غلط است. این الحکم لله، حکم الله هست، نیست حکم مگر مخصوص الله. امر الله متعال چی حکم کرده؟ امر الله چی است؟ الله تعبدوا، این که عبادت نکنید الا مگر ایاه، خاص الله متعال را. ذلک الدین القیم، اینمی دین راست است. عبادت فقط از الله این دین راست است. اما اگر کسی در عبادت الله کسای دیگه رو داخل میکنه، مثلا نظر به غیر الله میکنه، مثلا حیوان زیر پای مخلوق میکشه، پرنده را زیر پای مخلوق میکشه، این کلش دین راست نیست. دین قیم امی است که فقط عبادت برای کی شوه؟ برای الله شوه. یوسف علیه السلام پیغمبر است، موحد، توحید بر از این بیان میکنه. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت مردم نمیفهمن. اینه یوسف علیه السلام وظیفه خدا انجام داد و ما علینا الا البلاغ. سیست نه تبلیغ خدا کرد، فهماندی دو نفره. آل میگه، آل برشان تعبیر خوابشان میگه اول توحید، بعد از اون حل مشکل از این مردم. آل برشان میگه که یا صاحبی السجن. آل شما بسیاری وقتا سعی کنین، بعضی کساس نه، بعضی مولوی صاحبایی که خوب آمد موحد هستن، بعضی مقتدیاش هیچ نماز نمیخونه، هیچ در مسجد نمیره، تبلیغ گوش نمیگیره، روز جمعه نمیره. یک دفعه که باز بابا کلانش مرد، یک مشکل برش پیدا شد، باز میگه والا مولوی صاحب یک مشکل دارم. آلی مشکل از میگه نه، اول مشکل حل نکو، اول برش بعضی مسئولیت‌های دینی رو برش بگه برادر عزیز، ما شما الحمدلله مسلمان هستیم، دیندار هستیم، مسجد که سر ما حق داره، کسی در مسجد نبیه، نماز نخونه، 5 وقت نماز نخونه، در جمله منافقا میاد، در خارج مشکلات پیدا میشه، دردها پیدا میشه، رنجها پیدا میشه، کل بدبختی‌ها بس سبب بیدینی و تراس. خوب که ایره برش توحید گفتی، شریعت برش بیان کردی، نماز بیان کردی، باز برش بگو که آی مشکلی که در خانه‌تان است، مثلا یگان تا میج نمازم نمیخوره، باز میگه والا صاحب ما کت بچی خالیم شیر خوردیم، مال نکای ما چطور میشه؟ بگو تو اول عقیده تا جور کو، ایمان تا جور کو. نکاح کردن خو گپ علایده است. اصلی است که تو باید 5 وقت در مسجد در نماز جماعت بی، اگر نبی تو در جمله منافقا داخل میشی. بسیار حکم الله هست. این سعی کن چقدر وقت از خانه تا اینجا، والا ما 10 سال 20 سال است میشه از پدر خانه ماست. نه تا بال رنگ دروازه مسجد نمیفهمه که همین مسجد رنگش دروازهش چه قسمت. اون که باز کسش مرد باز میشه. این حال اینجا باید اول برزش بیان شوه، دعوت شوه، بعد از برش مشکلش حل شوه، باز برش بگه درست است میره برتون ان شاء الله این کارم برات میکنم. آل برشان یوسف علیه السلام میگه یا صاحبای السجن، ای دو دوست زندانی من، اما احدکما یکی از شما فیسقی ربه خمرا، اونموی که مثلا همو میوره میفشرد تا که مثلا از او خمر شراب بسازه، او که است فیسقی پس مینوشانه، یعنی او آزاد میشه. و مینوشاند اینجا رب در زبان عربی به معنای بادار مولا هست، یعنی همون بادار خدا و مولای خدا باز شراب میته، یعنی تو آزاد میشی. وقتی که آزاد شدی باز بر از همو کلانت کس بر از او چی میتی؟ باز تو میری بر از او شراب میتی. و اما الاخر، و اما یک کس دیگه که در سر خود چی دیده بود که مثلا در سرش نان است و اوره پرنده ها نول زده میرن. فایوسلب، اما دیگه تعبیر خوابشی است که هی صلیب میشه. صلیب چی نمیگه؟ علامت جمع کس نه، در جمع سابق همین قسم میکردن در مو صلیب. مثلا عیسی علیه السلام کافرها عقیده دارن که در صلیب اویزان شدن، اما این دیگهش میگه فایوسلب، باز به صلیب اویزان میشه در پای دار. فتاکل الطیر منه، باز وقتی که در دار اویزان کردن می صلیب کشته میشه، باز مرغا میان کلیش مغز سرش میخوره. فتاکل الطیر باز میخورن پرنده ها من رأسی اثرش. قضی الامر، میگه این امر، این حکم فیصله شده است، این نمی قسم انجام میشه. الذی، فیصله شد آن کاری که الذی در مورد آن، الذی فیه آن کاری که فیه در مورد آن تستفتیان، شما دو نفر از پیش من استفتا میکردین یا تعبیر میخواستین یا سوال میکردین. و قال للذی ظن، و گفت یوسف علیه السلام للذی، برای او کسی که ظن، او یعنی گمان کرد انه ناج منهما، که او چی است؟ نجات پیدا میکنه از دو نفر. آل یوسف علیه السلام همین نفر را که فهمید که نجات پیدا میکنه میره در قصر. اذکرنی عند ربک، بر از او که لطفا درباره ما هم بر از امو بادارت بگو که انت یک شخص از بیگناه است، در بین زندان افتاده است. فانساه الشیطان ذکر ربه، پس فراموش کرد از همین شخص زندانی که آزاد شده بود. میگه چی کرد شیطان؟ میگه
بعد از این فراموش کرد چی را؟ ذکر ربه، امو ذکر یاد کردنشه که او بره امی قصه یوسف علیه السلام برای امو بادار خود بگویه. بوده که از امی زندان خلاص شد، رفت در مقام جان خود شد و ساتری شکد، بیخی یوسف علیه السلام و زندان و این دوستیش یادش رفت. فلبث فی السجن بضع سنین، پس باقی ماند. وقتی که فراموش کرد دیگه یوسف علیه السلام میگه باقی ماند یوسف علیه السلام فی السجن، در زندان، بضع سنین، چندین سال. و قال الملک، آل دیگه الله متعال دیگه چی میکنه؟ راه را برای خلاصی یوسف علیه السلام و برای از اینکه یوسف علیه السلام آل کلان مصر شوه، بزرگ مصر شوه، عزیز مصر شوه، آل دیگه مقدمات شروع میشه. و قال الملک، آل دیگه میگم پادشاهی که در مو عصر بود، اینی ارا، گفت من در خو میبینم، 7 بقرات، 7 گاو خو میبینم، سمانان که 7 گاو بسیار خوب چاق چاق هستند، یاکلهن که امی گاوهای چاق میخورن، 7 عجاف، 7 تا گاوهای دیگه که وا لاغر هستند. خو میبینه که 7 و 7 سنبلات، و به خواب میبینم 7 خوشه را، یعنی 7 دانه گندم که خضر بسیار سبز هستند، و اخر یابسات، و میبینم 7 خوشه دیگه که خشک هستند. 7 خوشه تازه هست، سبز است، و 7 خوشه دیگه چی هستند؟ اینا خشک هستند. یا ایها الملأ، ای مردم، ای درباریا، مردمای ملأ چی را میگن؟ کسایی که در دربار زندگی میکنن. ملاهای درباریا مموجه هستن که وا میگه ما خوب تعبیر کرده میتونیم، دیگه مثلا وزیرا هستن، مشاورین هستن، اینا برشان میگه که شما افتونی فی رؤیا، شما فتوا بتین یا تعبیر بکنین. اینجا فتوا به معنای چی؟ تعبیر است. یعنی افتونی، برای ما فتوا یا تعبیر کنین، فی رؤیا، در مورد خواب من. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر شما میتونین که خواب ها را تعبیر بکنین. قالوا اضغاث احلام، امی کسایی که در دربار بودن، این مردم ها گفتن چی است؟ گفتن این خواب چی است؟ خواب اضغاث احلام است. اضغاث احلام چی را میگن؟ که خواب ها بعضش خواب های پراگنده می باشن. ایرال بعضش خواب ها از خواب های رحمانی هست، بعض خواب ها شیطانی هست، بعضش اضغاث احلام است. 3 قسم ما خواب داریم. خواب رحمانی خواب هست که انسان مسلمان با وضو خواب میکنه، روش به طرف قبله خواب میکنه، تسبیحات میگه، ذکر و فکر الله را کرده، با ذکر و یاد الله خواب میکنه. این بعض اوقات انسان حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم به خواب میبینه. این خواب رحمانی میگه. خواب شیطانی کدام یکی است؟ که یک انسان 24 ساعت در فکر شیطان است، شب که خواب میکنه تا وقت خواب چرت میزنه در چیزای کارهای شیطانی. شب باز شیطان در خواب از این فریب ها و مکرهای شیطانی رو برای پیش میکنه. متوجه هستین؟ بعض اوقات تا شیطان ها می پیش یک زن یا پیش یک مرد جاهل برای میگه که بخی تو بسیار خوب آدم هستی، بخی چیز که سال خود چی است، او خبر نداره در خواب شیطان آمده. بازی میخیزه برای مردم، نه فلانی در خواب خود ملائکه را دیده بود، در خواب خود مثلا شهید دیده بود، باز میخیزه تعویضا را شروع میکنه و این پریزن است و این پری مرد است. دیدین نیگه پاره از طریق از به صدها نفر منکر دین اسلام میشن. یکی خواب رحمانی است، اینی خواب شیطانی است. یکی اضغاث احلام چی را میگه؟ اضغاث احلام میگه که بسیاری کساست که دمی چرتای اضافگی. یک عالم بوده که باز میگفت یگانه که زیاد شلغم و کچالو خورده باشه، اما شکمش پر شه و 6 غوری نان خورده باشه، بازگیری شب دیگه پراگنده خواب میبینه. یک دفعه خواب میبینه که در سیاچا افتاده و یک دفعه خواب میبینه که موتر زده شه. یک دفعه بازی اضغاث احلام است. آل امی مردمای دیگه که است یا بر پادشاه میگن که صاحب از شما خوابتان چی است؟ این اضغاث احلام است، یعنی خوابهای پراگنده، زیاد نان خوردی کم تا کردی، اینی خبر ده. و ما نحن به تعویل الاحلام بعالمی، بازینا میگن که ما نیستیم به تحویل خواب. حلم خواب میگه، احلام جمعش است. ما عالم نیستیم در مورد تعبیر خواب. و قال الذي نجا منهما، و قال و گفت الذي، او شخصی که نجات یافته بود، منهما از جمله از همون 2 نفر زندانیا. و ذکر چی معنی؟ ذکر یعنی ذکر کرد. اصلا چی شد که به یادش آمد. چی به یادش آمد؟ بعد امت، بعد از یک مدت. اینجا امت به معنای وقت است، یعنی بعد از چند سال بعد وی به یادش آمد والله یک نفر است که خوب تعبیر خواب میکرد. می تعبیر خواب ما با رفیق ما 100% خوب برآمد، راست برآمد. آل امی شخص می برای پادشاه میگه که وقال الذي، وقال و گفت الذي، و کسی که نجات پیدا کرد، منهم از 2 نفر زندانیای قبلی. و ذکر و به یادش آمد یا به یادش آورد، بعد امت، بعد از یک وقت. برازیا چی گفت؟ عالمی شخص گفت انا انبئکم به تعویله، من شما را خبر میتم به تعویله، به تعویل امی خواب پادشاه. فارسلونی یاش حذف شده، فارسلونی، پس شما مرا بفرستادین کجا؟
مرا بفرستانن پیش فلانی شخص. من یک کس میشناسم که اگر او را بگویم او بسیار خوب تو خواب تعبیر کرده میتونه. آل ایره پیش در زندان میاد پیش یوسف علیه السلام. یوسف برش میگه ای یوسف علیه السلام ایها الصدیق، ای راستگوی، افتنا فی 7 بقرات، بر ما خبر بده یا فتوا بده یا تعبیر بکو درباره 7 گاوی که سمان بسیار چاق هستند، یاکلهن میخورند اونا را 7 عجاف، 7 گاو لاغر، و 7 سنبلات، و 7 خوشه هستند که خضر سبز هستند، و اخر یابسات، و دیگه خوشه های خشک هستند. لعلی ارجع الی الناس، شاید که من برگردم الی الناس، به سوی مردمایی که در قصر هستم، لعلهم یعلمون، شاید که اونا بدانند. قال یوسف علیه السلام، علی برش تعبیر میکنه، برش میگه که تزرعون 7 سنین دأبا، شما زراعت میکنین، تزرعون زراعت میکنین 7 سنین 7 سال، دأبان پی در پی، معتاد. دب عادت هم میگن و دعبه یعنی پی در پی، پشت در پشت، یک چیزی که همت معتاد میباشه. فما حصدتم، پس آن چیز را که درو کردین، فذروه، پس بگذارین امو درو شدگی را، فی سنبله، در داخل خوشش، یعنی گندم از خوشه نکشین، در داخل خوشه بارینشه، الا قلیلا، مگر امو مقدار کمی را که مما تاکلون شما میخورین. یعنی شما بسیار وقتی که زراعت میکنین، آل قانون زراعتی سعی کنین پیغمبرها و اقتصاد. یک مقاله مثلا نوشته کردن که پیغمبرای اسلام و اقتصاد امتیانشان. این خوب یک مقاله لوکس اسمه کتاب نوشته کردن درباره اقتصاد اسلامی. گفتیم که بعضی پیغمبرا معجزه‌شان اقتصادی بودن، بعضی پیغمبرا خودشان نقش اقتصادی داشتن. آل یوسف علیه السلام موضوع اقتصادی رو برشان بیان میکنه که شما 7 سال خوب زراعت بکنین، از این گندم هایی که شما میگیرین یک مقدار از این شما ذخیره بکنین، از پوشش نکشین گندم، بانه که ازمو خوشش و که ازمو پوشش اینه نگاه بکنین، و یک مقدار دیگه که از پوش میکشین که اینه باز برای خوردن تان است. الا قلیل، مگر یک مقدار کمی که مما تاکلون از اونا میخورین. ثم یاتی من بعد ذلک، بعد از امی 7 سال که شما امی گندم ها را ذخیره کردین، باز 7 سال دیگه میگه که 7 شداد، 7 سال میگه که بسیار شداد میباشن، سخت میباشن، خوشسالی میباشه. یاکلن ما قدمتم، که یا باز میخورن آن چی را که شما او را جمع آوری کردین، قبلا جمع کردین، لهن برایشان. الا قلیل، بازدهی هم کلش نخورین، باز یک تعدادش نگاه کنین. برای چی؟ مما تحسنون، برای چیزهایی که شما باز در آینده برای چی میگین اون را؟ برای تخم میگیرین، یعنی کل از اون هم نخورین، یک تعدادش برای تخم نگاه بکنین. این حال بسیاری وقتا یکی از موضوعات اقتصادی خطرناک همیه که مسلمانان نمیفهمن. یکی از برنامه کافرها همی از در مناطق اطراف میرن تخم چی توزیع میکنن؟ زراعتی توزیع میکنن، تخم اصلاح شده را توزیع میکنن. این کافرها چی برنامه دارن؟ این برنامه اقتصاد کافراست. مسلمانان چون اقتصاد نمیفهمن و گپای دیگر هم گوش نمیگیرن، میانسه 5 سال 6 سال برای دیقانا گندم مفت دادن میرن، گندم زراعتی. این گندم زراعتی چی عادت دارن؟ که همون سال که انداختیش همیش حاصل میته، باز از اون تخم گرفتن نمیتونی. تخم چیز هم برشان میته، مثلا رومی، مثلا دیگه چیزای زراعتی. این زراعتی تو است که باید بخری. این حال چند سال که خوب چیز شد، این مردمایی که تخمای سابقه داشتن که باز مثلا سابق دیقانا یک تعداد چی میکنن زراعت میگن، بر خود تخم نگاه میکردن چند برجی، باز از روی از دیگه میکاشتن. حالی این تخم زراعتی پس دوباره جمع نمیشه. 5 سال بعد، 6 سال بعد، 10 سال بعد کس که دید که مردم تخما کلش خلاص شد، باز میگه برادر اینمی تخم که من بر شما میتم سیرش سابق مفت میدادم، مال سیر 5000 میدم. بسیاری کشورها را متکدن. آل بسیاری کشورها زمین داره، تخم زراعتی نداره. اگر میره تخم زراعتی را میخره 20 چند قیمت تخم میشه، باز مجبور میشه دیگه چی کنه؟ زمینای خود کلش بلاک جور کنه، آپارتمان جور کنه، باز گندم از کجا وارد کنه؟ از خارج وارد کنه. گندم خارجی که اومد اینه دیگه روز که برات گفت که این قسم حکومت جور کو که مخالفت کردی، سرت گندم استاد میگه. گندم که استاد کرد خود به خود غلامش هستی. این غلامی معاصر میگه از طریق اقتصاد است. این قرآن از نشان برای ما شما این قسم خبر میده که شما باید برنامه‌های اقتصادی مثل که یوسف علیه السلام برای زیادات که الا قلیلا مما تحسنون، مگر کمی که شما برای چی میکنین؟ برای تخم نگاه میکنین. او تخمایی که زراعتی بدر نمیخره، کته کته هست، خب باز پسان کمرت خوبه مت کته مشکنانه. ثم یات من بعد ذلک، بعد از میاد بعد از عامون، یک سال دیگه، حالا 14 سال که تیر شد، سال 15 خیلی چی گپ میشه؟ میگه ثم یاتی، باز میاد من بعد ذلک، بعد از این 14 سال، سال 15 عامون، سالی که فیه در آن یغاث الناس، مردم
اینجا غیث باران میگن، یعنی مردم باز باران میگیرن، یعنی مردم چی میشن؟ خوب باران میشه. و فیه یعصرون، باز این مردم خوب امو عصیرهای میوه‌های خود جمع میکنن. یعنی پس باران شروع میشه، پس مردم بس حالت عادی و نرمال میایه. و قال الملك اتونی به، ملک میگه پادشاه برش گفت که اوه این شخص بسیار فامیده هستی، چقدر برنامه قوی اقتصادی برای ما تقدیم کردی، کی هست؟ این فوراً پیش من بیارین. و قال الملك، و گفت پادشاه ایتونی به بیارین این شخص را پیش من. فلما جاءه الرسول، پس هنگامی که آمد امو نماینده یا فرستاده پادشاه پیش کی آمد؟ پیش یوسف علیه السلام. قال ارجع، یوسف علیه السلام گفت ارجع الی ربک، برو پیشون امو مولایت یا بادارت یا امو پادشاهی که تو روان کردن. فاساله، آل یوسف علیه السلام میخواه که ضرور خونه است که من از زندان برایم گناهکار. گفت برو از پیش از او پرسان کو که چرا آمده ای زندان هستم، با او زنها چی دسیسی سر من ساخته بودن، تا وقتی که پاکی من ثابت نشه من نمیبرایم از زندان. فلما جاءه الرسول قال ارجع، برش گفت یوسف علیه السلام برو برگرد الی ربک، به پیش اونم مولا و بادارت. فاساله، پس از او سوال بکو، ما بال النسوه، که چی حال امو زنهای بود، اللاتی، او زنهایی که قطع کردن ایدیهن، دستانشان را. این رب، یقینا که رب من، پروردگار من، خالق من، رازق من، به کیدهن علیم، به تمام کید و مکر و حیله از این خانم ها علیم و داناست. قال، گفت ما خد دیگه شخص پس آمد پیش پادشاه و بر پادشاه گفت که یوسف علیه السلام این تو یک پیشنهاد داره و او نمیخواد که از زندان بره تا وقتی که براءت خود نگیره، پاکی خود بازت نشه. مردم میگه که گناهکار بود، خب پادشاه بخشیدش یا چطور است چنان. گفت نه، باید اول دوسیه صاف شوه، پاک شوه که من بری هستم، بیگناه هستم، بعد از ابراهیم. آل امی پادشاه مجبور شد، امی خانم ها را خواست. چی شده بود شما را که اذا راودتن، وقتی که شما درخواست کردین از یوسف علیه السلام عن نفسی، از نفسش یعنی یوسف علیه السلام به طرف خود دعوت کردین، طلب کردین. قل، نگفتن حاش لله، پناه از به الله متعال، ما علمنا علیه من سوء، ما هیچ بدیل در وجود از او نمیبینیم. این برات یوسف علیه السلام بیان میکنن. این زنها میگه ما هیچ بدیل در یوسف علیه السلام نبودیم. قالت امرأة آل، خانم عزیز، این هم باید اصل تومت خویی کرده، این باید اعتراف بکنه. قالت امرأة العزیز، گفت خانم عزیز مصر، الان حصل حق، گفت آل صاحب ظاهر شد، ثابت شد حق. انا، من مجرم هستم، انا راودته عن نفسه، من او را طلب کردم، درخواست کردم، عن نفسی، از نفسش، یعنی من طلب کردم از او که همراه من کار زشت انجام بده. و انه، و یقینا که یوسف علیه السلام لمن الصادقین، از انسانهای پاک صادق است، صادق حقیقی که راست میگفت و پاک بود و معصوم بود و هیچ کدام تقاضای زشتی را، هیچ حرکت زشتی را نکرده بود. ذالک تابدان، که من نکردم خیانت را بالغیب، یعنی در غیابش. و ان الله، آل اینی سخن میگن که این راجع میشه به یوسف علیه السلام، یا یوسف علیه السلام گفته باشه که تا که ثابت شه جرم ما که امی عزیز مصر بفهمه که ما در غیاب از او کدام خیانت نکردیم. و ان الله لا یهدی کید الخائنین، و الله متعال هدایت نمیکنه، امو یا راهنمایی نمیکنه یا ترقی و رشد نمیده، کید الخائنین، امو حیله خیانتکارا را. یعنی الله هیچ وقت خیانتکار را تایید نمیکنه، بلکه خیانتکار را ذلیل میکنه. و باید این ملک یا امو عزیز بفهمه که ما هیچ وقت در غیاب از او کدام کار زشت نکردیم، چرا پیغمبر معصوم است. و ما ابرئ نفسی، و ما براءت نمیتم نفس خود را، ان النفس لاماره بالسوء. این بعضی مفسرین میگن که مثلا کلام یوسف علیه السلام است، لکن ترجیح علامه ابن کثیر و مفسرین بعضی میگن که نه، این سخن هم در ادامه سخنان اونمو خانم عزیز مصر است. این میگه و ما ابرئ، و ما براءت نمیتم نفسی، نفس خود را، ان النفس، یقینا نفس که اصل اماره بالسوء، این بسیار امر کننده هست به زشتی ها. یعنی نفسای پیغمبرها کس اماره بالسوء نیست. بیشتر گفتیم نه ما شما، یکی نفس ملهمه هست، یکی نفس چی است؟ لوامه هست، یکی نفس مطمئنه هست و یکی نفس اماره بالسوء. این نفس اماره بالسوء نفس خانم کی است؟ خانم عزیز است. اما نفس یوسف علیه السلام کدام نفس بود؟ مطمئنه. از این خاطر مفسرین میگه این قول، اگر قول امو خانم عزیز مصر باشه
بر از این نزدیکتر است، این درستتر است و به عصمت پیغمبران نزدیکتر است. و از نگاه عقیده ما شما میفهمیم که یوسف علیه السلام پیغمبر معصوم بود. نفس از اون نفس چی است؟ نفس پیغمبران نفس مطمئن نمی باشه. این نفس اماره به سو نفس این انسان های گناهکار است. و ما ابرئ و ما براءت نمیتونم یا خود پاکی دعوای پاکی نمیکنم نفسی در مورد نفس خود. این نفس یقین نفس که است لاماره بالسوء، بسیار اماره، یکی آمر است یکی امار است. آمر کسی تو امر میکنه و امار که بسیار امر میکنه. این انسان های زشت که است نفسایشان بسیار اینا رو سرشان، یعنی بعضی کساست عالمی یا غربی یک روز میگه ما آزاد هستیم، اینا بسیاری کارا رو چی میکنن؟ میگه ما آزاد هستیم. اینا آزاد نیستن، اینا غلام نفس خود هستن. فهمیدی نه؟ بعضی کساست که اینا غلام کی میباشن؟ غلام نفس خود میباشه. آیت قرآن میگه افرأیت من اتخذ الهه هوا. آیا ندیدی کسی که معبود خود کی را گرفته؟ نفس خود گرفته. اینا یا میگن که ما گناه میکنیم میکنیم. از این خاطر کسایی که قانونای را جور میکنن که در اونجا همجنسگرایی و زنا و یا مشروعیت میتن به نام آزادی، یا آزاد نیستن یا غلام کی هستن؟ غلام نفس خود هستن. فهمیدید یا نه؟ پس اینا غلام نفسشان است، نفسشان اماره به سو هست. بازیار میگه حکومت مردم توسط مردم برای مردم. چرا؟ به خاطر میگه همجنسگرایی مردم توسط مردم برای مردم، دزدی مردم توسط مردم برای مردم، خیانت مردم توسط مردم برای مردم. این تعریف دموکراسی است که همیشه یا غلامی کی هستن؟ نفسشان است. نفسشان که هر کار زشت برشان گفت بازور یا چی میتن؟ مشروعیت میتن. و ما ابرئ و ما براءت نمیتم نفس خود را. این نفس یقینا نفس که اصل اماره بالسوء، بسیار امر کننده به زشتی هاست. نه، کل نفس ها اماره بالسوء نیستن. فهمیدین یا نه؟ این خود گپ مردم های گناهکار است. مردم های دیندار نفس مطمئن ندارن، نفس لوامه دارن، نفس ملهمه دارن. از این خاطر الا ما رحم ربی، مگر آن کسی را که رحم کرده باشه رب ما. ان ربی، یقینا که رب ما پروردگار ما غفور، بسیار بخشاینده است، رحیم مهربان است. و قال الملك، و گفت ملک ایتونی به، و گفت پادشاه، گفت این بیارین پیش ما. باز گفت برین آل این براءت از این ثابت شد که یوسف علیه السلام معصوم است، پاک است، بیگناه است. جنایت و جرم از طرف همین خانم ها بوده و مجرم امو خانم عزیز مصر شناخته شد. آل گفت که کل براءت از این ثابت شد. آل برین این شخص پاک و خوب و معصوم و بسیار عالم و اقتصاددان پیش ما بیارین. و قال الملک، و گفت پادشاه ایتونی به، بیارین امی شخص یوسف علیه السلام پیش من. چی میکنه؟ مشال استخلصه لنفسی. ما تو یک شخصیت عالی را پیدا کردیم که تو صفات داره. این ما از خاصهای دربار خود میسازم، یعنی برای خود این از جمله خواص میگیرم، یعنی این بسیار مقام عالی میتونم. فلما کلمه، پس هنگامی که با وی سخن گفت، قال انک اليوم، آل که امرای یوسف علیه السلام امی پادشاه سخن میگه، قال گفت پادشاه برش گفت که انک اليوم، ای یوسف علیه السلام تو امروز لدینا به نزد ما مکین امین. دو صفت بسیار عالی داری. یکی امکانات بسیار عالی تو را میتیم که تو بسیار شخص بزرگ میباشی، و دیگه امانتکار بزرگ هستی. چوکی بلند داری، بالای تو بسیار امانت میشه. قال اجعلنی علی خزائن الارض، گفت مرا بگردان علی خزائن الارض، در خزانه های زمین. خب حال یک سوال میشه که مثلا اگر یک نفر بره امیال در دربار یک کافر، مثلا بره کت امریکایی یا کت پادشاه امریکا بره کمک بکنه تو را بکنه، میگه نه، این تنها مخصوص یوسف علیه السلام بود، در شریعت یوسف علیه السلام بود که این برش اجازه بود که بره، چون اونجا دعوتش امی قسم تقاضا میکرد. حال نمیشه که باز یک نفر حالا بره بگه مثلا میرم خود مشاور ترامپ میسازم و قیاس بکنه سر کی؟ سر یوسف علیه السلام. قیاس نمیشه. چرا؟ در شریعت از اونا سجده کردن به مخلوق هم که اجازه بود، سجده احترام بود. حالا کس به مخلوق سجده کنه مشرک گفته میشه. متوجه هستین؟ بعضی دقایق است که باید آدم بفهمه که شریعت های از اونا احکام خاص خود داشت و اون مربوط از اونا بود. آل یوسف علیه السلام به خاطر که ثابت بکنه دیگه چی گفت؟ گفت قال اجعلنی علی خزائن الارض. آل یوسف علیه السلام میگه مرا وزیر چی بساز؟ مرا وزیر زراعتت بساز. اجعلنی، مرا مقرر بکو علی خزائن الارض، به خزانه های زمین. خزانه های زمین چی است؟ یکی وزارت معادن است که معادن میکشه، یوسف علیه السلام خب معادن نمیکشید، و یکی خزانه های زمین امی حاصلات زمین است که وزارت زراعت میکنه. اینی حفیظ علیم، ما بسیار حفظ کننده هستم، علیم هستم، یعنی در این قسمت ما بسیار خوب دانش دارم. و کذالک، والله متعال میگه با این چنین مکنا، امکانات ما دادیم، الله متعال میگه لیوسف فی الارض، در زمین. و مکنا، چرا ضمیر جمع استعمال کرد؟ ما شما گفتیم که الله متعال در جایی که
عظمت خدا بیان میکنه، این جمع به خاطر تعظیم میگن. الله متعال که عظمت خدا بیان میکنه باز ضمیر جمع را میاره برای تعظیم، و در جایی که باز توحید بیان میکنه باز این ضمیر چی را میاره؟ ضمیر مفرد میاره، مثل قل هو الله احد الله الصمد لم یلد. اینجا چون عظمت خدا الله بیان میکنه، الله میگه این عظمت ما هست. و کذالک و این چنین مکننا ما امکانات دادیم، جای دادیم برای کی؟ لیوسف، برای یوسف علیه السلام، فی الارض در زمین، یتبوأ که قرار میگرفت، منها در امی زمین، حیث یشاء هر جایی که میخواست میتونست کجا نقل و حرکت بکنه. نصیب برحمت، الله متعال میگه ما میرسانیم به رحمت خود من نشاء هر کسی را که بخوایم، ولا نضیع و ضایع نمیکنیم اجر المحسنین، اجر نیکوکاران را، ولا اجر الاخرت خیر، و لکن اجر دنیوی را خبر دیندارا میتیم، لکن باز از این دنیا کرده هم اجر آخرت او باز بهتر و خوبتر است، که او از وزارت و صدارت و عزیز مصر هم کرده، اونجا بسیار خوب است. اصل چوکی خود چوکی از اونجاست. این دنیا خو یک روز چوکی شیشی، دیگر روز میگه چوکی پای شکسته هیچ کار نمیته، اما اونجا اصل چوکی روز قیامت است. که مثلا بر شما جوانا چه خوب رسول الله صلی الله علیه و آله یک بشارت خوب دادن. رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که 7 طایفه مردم هستن که زیر سایه عرش الله می باشن. یکی از این کسایی که در زیر سایه عرش الله می باشن جوانی هست که از جوانی در عبادت الله مصروف باشن، از جوانی قرآن بخونه، از جوانی سنت بخونه، از جوانی حدیث بخونه، از جوانی خوب ریش داشته باشه، از جوانی خوب چریش مطابق چری رسول الله باشه، از جوانی با جماعت باشه، از جوانی تقوا داشته باشه. متوجه هستین؟ باز الله متعال میگه چی است؟ در روز قیامت کس باز میگه یاد از زیر سایه عرش الله می باشه. دیگه کل سبب یکی در چقوری افتاده و یکی در عرق خود تا زانوی خود غرق است، یکی ببینید تا سینه خود غرق است، یکی تا دان خود غرق است، یکی بیخی در بینم گندگی ها در روز قیامت است. آفتاب هم که مثلا بسیار به سر انسان نزدیک میشن، فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. باز برای شما جوانا یک بشارت رسول الله صلی الله علیه و آله خوشخبری دادن که یکی از کسایی که در زیر سایه عرش الله می باشه در روز قیامت کی است؟ شاب نشأ فی عبادت الله، جوان است که در عبادت الله چی باشه؟ مشغول باشه. یعنی الله متعال شما را یک عزت میده که شما در درس قرآن و سنت اشتراک میکنین. الله متعال میگه که و کذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ من حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء. الله متعال میگه نصیب میرسانیم برحمتنا، به رحمت ما، من نشاء هر کس را که بخوایم، ولا نضیع و ما ضایع نمیکنیم اجر المحسنین، اجر نیکوکاران را، ولا اجر الاخرت خیر للذین آمنوا، اما اجر آخرت که از نسبت به پاداش دنیوی چی است؟ خیر، بهتر است، للذین، برای کسانی که آمنوا ایمان دارن، و کانوا یتقون و بودن متقیان.